आई है चिट्ठी आई है. پانکشوداس آوازخوان معروف هند در سال 1951 در گجرات هند به دنیا آمد و رفته رفته با سرایش در فیلم‌های جهان سینمای هند به شهرت رسید. او در جوانی به اکادمی سنگیت ناتیا در راشکوت پیوست و نواختن طبله را آنجا آموخت. پس از آن مدرک لیسانس علوم را در کالج ویلسون و کالج سنت خاویر در بمبئی دنبال کرد و آموزش موسیقی کلاسیک هندی را زیر نظر نورنگ آغاز کرد. और आहिस्ता कीजिए बातें धड़कने कोई सुन रहा होगा लफ्ज गिरने न पाए होठों से. اولین آهنگ اوداس در فیلم کامنا تکنوازی به آهنگسازی اوشاخانا و نویسندگی نقش لیلاپوری بود. این فیلم یک شکست بود اما اجرای او بسیار مورد استقبال قرار گرفت. متعاقباً اوداس به غزل علاقه نشان داد و اردو آموخت تا به عنوان یک خواننده غزل فعالیت کند. जिए तो जिए कैसे बिन او 10 ماه را در کانادا و آمریکا به اجرای کنسرت غزل گذراند و با قدرت و اعتماد به نفس تازه به هند برگشت. اولین آلبوم غزل او آهات در سال 1980 میلادی منتشر شد. از آن پس او به موفقیت دست یافت و تا سال 2011 بیش از 50 آلبوم و صدها آلبوم تلفیقی منتشر کرد. در سال 1986 پانکشوداس فرصت دیگری برای بازی در فیلم نام یافت که او را به شهرت رساند. اوداس در سال 1994 آهنگ قابل توجه ناکجره از فیلم مهرا را به همراه سادنا سرگام خواند که بسیار محبوب شد. آلبوم شگوفه در دسامبر 1987 توسط ایندیا موزیک منتشر شد و این اولین آلبوم بود که برای دسک فشرده ضبط شده بود. بعدها اوداس یک برنامه تلویزیونی شکار استعداد به نام ادب عرصه را در تلویزیون سرگرمی سونی راه اندازی کرد. غزلیات اوداس درباره عشق، مستی و شراب است. او با اجرای آهنگ‌های مکرر، ترنم، محفل در هند و بعد در سفرهایش با اجرای غزل‌های اردو که از سال‌های 65 تا 84 میلادی صورت گرفت بر سر زبان‌ها افتاد. او آلبوم‌های متعددی منتشر کرده و با دیگر هنرمندان برجسته هند در طول زندگی هنریش همکاری داشته است. روز گذشته نایب اوداس دخترش اعلام کرد که پدرش پانکشوداس پس از یک بیماری طولانی در سن 73 سالگی درگذشته است. ای غم زندگی کچھ تو دے مشورہ ای غم زندگی کچھ تو دے مشورہ ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میں کدا